سلام، امیدوارم خوب باشین. یه جورایی شروع کاره ولی من از قبل یه زیرسازی کردم روی کار که این زیرسازی خیلی بهم کمک میکنه یه سری از لکه ها رو پاک بکنم. میشه اینجوری برخورد کرد که یه جوری جای نورا و تفکیک سایه هاست، اما با فرم خیلی خیلی به خصوص. چرا به خصوص؟ به خاطر اینکه این فرم باعث میشه با شناخت کامل برجستگی است. یعنی من اینجوری احساس میکنم شکل رو که نگاه میکنم فکر میکنم حجم به صورت ثابت زیر تاریکیه و من روش رو تمیز میکنم در اصطلاح. یادم افتاد که میکلانج هم یه جمله این شکلی داشت، ازش پرسیده بودن که چه شکلی اینا رو میبینی اون تو، گفته بود که اینا هستن، من اون تو نگاهشون میکنم و با حسی که از سنگ میگیرم فقط اضافه هاشو پاک میکنم. البته میکلانج هیچ ربطی واقعا به لحاظ فنی و دانش هیچ ربطی به من نداره، ولی من خیلی کوچیکتر از اینم که بخوام راجع به صحبت کنم، ولی از بچگی خیلی علاقه‌مند بودم بهش و خیلی دوست داشتم. اما الان به صورت به خصوص روی قسمت‌های از نظر من اصلی ترین قسمت پورتره همون بینیه کار میکنم. ببینید از نظر من یه بخش اساسی از صورت که مهمترین قسمتشه و وسط کار هست، یعنی جزء اون سه بخش مهم، یکی از سه بخش اصلی تقسیمات هست، قسمت بینیه. و چون یه واحد یک پارچه است خیلی خیلی برای من اهمیت داره، چون من برفرض اگر بخوام دو تا چشم رو کار بکنم مجبورم چشم راست و چشم چپ و فواصلی که بینشون هست رو تنظیم کنم و تناسباتشون، فواصلشون، خطوطی که از روشون میرن، حالا تمام. ولی توی بینی همچین فرمتی ندارم. به این دلیل هستش که من خیلی با علاقه زیاد از بینی شروع میکنم و خودم احساس میکنم این شکلی راحت تر. شما اگر دوست داشتید میتونید بعد از اینکه تقسیمات رو انجام دادید از قسمت وسط که همون بینی شروع، بعد از اینکه یه بخشی از نورای روی بینی رو پاک کردم، البته تو این طراحی، چون من سعی میکنم تمام طراحیام تم به خصوص خودشون رو داشته باشن، خودم رو با تعصب توی یکی از شیوه‌های هنری نگه نمیدارم. این یه شیوه است و من خیلی دوست داشتم، سال‌ها تمرین کردم که بتونم شیوه ها رو با تفکیک انجام بدم. بعد از اینکه های روی بینی رو پاک کردم در اصطلاح تمیزشون کردم، قسمت‌های تیره‌ای که میمونه اونا میشن فاصله بین تیرگی و نور، یعنی با سه تا پولم به اصطلاح. و من الان در حال حاضر دارم قسمت‌های تیره کارم رو میذارم. ببخشید اگه من یه ذره تند صحبت میکنم، به خاطر اینکه حجم اطلاعاتی که میخوام داشته باشم فکر میکنم خیلی حجم بالاییه و اینکه پیشا پیش عذر میخوام. و بعد از این کار که انجام دادم این نور تیرگی زیربینی رو میذارم و به صورت خاص روی حجم کلی کار میکنم که این حجم کلی شامل عضلات بسیار بسیار زیادی هستن که تعیین کننده نوری هستن که روی قسمت بینی ما میبینیم، چون این نور مهمیه، اما هر نور و تیرگی که میبینیم نشون دهنده حجم و یعنی نقاط مثبت و منفی توی بینی هستش. این قسمتی که همین الان در حال کار کردنش هستم، این قسمت دقیقاً استخوان وسط بینیه. خیلی خوبه اگه بدونید که دقیقاً توی کره چشم از قسمت راست و چپ حفره چشم رد میشه که البته کامل اینا رو در آینده توضیح میدم بهتون توی همین کار.
خیلی فرما دوست دارم الان کار کنم، چون احساس میکنم شبیه سازی یه بخش و احتمالا درست کشیدنش و اینکه خیلی دقیق بتونم فرمت کار رو داشته باشم خیلی کمک میکنه و خیلی انرژی میده به اینکه قسمت های بعدی کارم رو بتونم درست پیش ببرم. به خاطر همین مثلا اگر توی مدل زنده من 3 تا یا 4 تا زمان داشته باشم مربوط به کارم که بخوام کارم رو طراحی بکنم، سعی میکنم یه دونش رو به بینی اختصاص بدم. همینجور که میبینی گستردگی نورهایی که روی بینی ایشون هست زیاده و باز من مشغول تمیز کردم. فاصله بین این قسمت و قسمت پایین بینی استخوان بینیه و با توجه به فرم طراحی که توی شکل دیده میشه این قسمت گستردگی زیادی داره. به خاطر همین من سعی میکنم روشن‌ترش کنم و بعد قسمت‌های کناری حفره بینی و احیانا نقاط و جزئیات ریزی که توی کار وجود داره اونا رو آروم آروم سعی میکنم تفکیکشون کنم. راستی میتونم بهتون بگم خیلی کمک میکنه بهتون اگه از دستمال کاغذی استفاده نکنیم. از خیلی از پارچه‌هایی که اکسپایر شدن میشه استفاده کرد به راحتی. هم پارچه میاد دور چرخه کاری ما، هم این که اینا پرزشون رو از دست دادن. پارچه های کهنه این که خیلی اذیت کننده نیست. این قسمت مخصوص قسمت بالایی لب، ولی یه تاکیدایی که میکنم قسمت های تیره از نظر من فرو رفتگی بیشتری داشته. آروم آروم قسمت های بالایی بینی میشیم و فواصلی که وجود داره. ببینید واقعا اینو از صمیم قلب میگم، احساس میکنم که با این شیوه خیلی خیلی سریع میتونیم هممون نقاشی بکشیم، چون خیلی روی این شیوه کار شده و خیلی تحقیق شده. اگر اون فرم دیگه ای بود که کمک میکرد من حتما بهتون توصیه میکردم. الان در حال حاضر فکر میکنم خودتون متوجه میشین، فقط کافی یه بار تستش بکنید که چقدر سریع و چقدر شبیه میشه کارتون. اما توی جمجمه بعد از این قسمت هایی که متصل به حفره بینی هستن بالای جمجمه هستن، بالای چشم، قسمت های ابرو که قسمت های سینوسی هستن. خیلی خیلی هم توصیه میکنم به شما قبل از اینکه ویدیوهای این شکلی براتون مفید باشه ترجمه و تهیه یه آناتومی که مربوط به اسکلت انسان هست خیلی خیلی بهتون کمک میکنه. میدونید ادبیات فهم طراحی پورتره یه ادبیات به خصوصی هست که برعکس اون چیزی که همه فکر میکنن خروجی کار چیزی هستش که همه میبیننش. نقاش با اون اتفاقاتی که اون زیر افتاده، زیر پوست، زیر عضلات مایچه ها و زیر مویرگ ها افتاده نقاشی میکنه. مثل همین خطی که الان دارید میبینید و فضایی که این قسمت دقیقا وجود داره. این فضاها خیلی استخوان‌بندی زیر
مربوطن. مثلا میبینید با این خطی که الان کشیدم میتونید تقارن گونه ها رو ببینید کاملا، و جایی که گونه رد میشه و احیانا سایه‌ای که اون زیر وجود. بعد از اینکه قسمت اصلی گونه مشخص شدن، میام تو قسمت پایینی و یه اشاراتی میکنم. اشارات به معنی هستش که یه سری کد توی صورت وجود داره که از روی مایچه ها، از روی سایه ها و نیم سایه ها میتونم اینو بفهمم و یه سری تاکید میکنم، چون همین قسمت ها کمک میکنن به اینکه من جای دقیقتر اجسام، جای دقیقتر ماهیچه ها و اشکال مختلف رو به دست بیارم. می‌بینید دقیقا بعد از اینکه این خطوط پایینی و خطوط جانبی رو کشیدم، حفره چشم و قسمت مختلف جمجمه بهتر خودشون رو نشون دادن. با آستگی و با پهنای قلمون کار میکنم، چون قسمت ها وسعت تیرگی بیشتری دارن. خط تقارن جمجمه رو رسم کردم و احیانا جایی که رویش مو شروع میشه، یعنی قسمت اصلی پیشانی، و با همین نکاتی که دارید میبینید، با همین نکات حفره اصلی چشم و قسمت بالایی مشخص میشه، که بعد از اون من مثلا خط زیر سینوس رو به راحتی میتونم جاش رو تشخیص بدم و علامتش رو بزنم. این خط خیلی خط اساسیه تو حالت، تو فرم اجرای کار خیلی کمک میکنه. این بچه ها یه قسمت برجسته جمجمه هست که با یه خط مشخصش کرد. بعدش ترجیح میدم که مثلا به عنوان مثال قسمت پایینی پایینی رو داشته باشم، چون کار باید به یه حالت مشخصی پیش بره توی طراحیش پرچه. ما اینقدر زمان نداریم که بتونیم کار رو ادامه بدیم، یعنی خیلی با حوصله نمیشه کار که یه سرعتی هم احتیاج داره که البته سرعت با دانشه. بچه ها این نکته ای رو هم به شما بگم در ضمن، اونم اینه که سعی کنید که هر 20-25 دقیقه یه 5 دقیقه به مدلتون استراحت بدید. من تو ساله که مدل زنده کار میکردم اینو متوجه شدم که تایمای اول خیلی کمک میکنه به مدل زنده برای استراحت، برعکس اینکه خود مدل فکر میکنه که استراحت احتیاج نداره. هرچی به سمت جلو میره مدل دیگه عملا کاراییشو از دست میده. اگر دوست دارید مدلتون تا آخر خوب بشینه، البته اینجا خط گونه خیلی مهمتر از این توضیحی که میدم، ولی اگر دوست دارید مدلتون تو حالت بهتری بشینه، سعی کنید که ساعت استراحتتون رو خیلی منظم بهش بدین و حتما ازش پذیرایی درستی البته انجام بدین. بعد از اینکه قسمت مشخص پورتره رو به دست آوردم، حالا شروع میکنم یه ذره کلی‌تر روی نورها و سایه‌ها کار کردن. این قسمتایی که می‌بینید تاکید میکنم و دارم محوشون میکنم، اینا قسمتایی هستن که نور شدیدی دارن، ولی خب چون اینجا داریم طراحی میکنیم، من صلاح ندیدم که این خطا خیلی محو بشن، چون از نظر من طراحی کردن جای همین فرم برخورده. شما میتونید هر چقدر دلتون میخواد کدای خطی داشته باشید، چون ما با توی طراحی هستش که میتونیم این استخراج از میزان دانشمون داشته باشیم. تا میتونید سعی کنید خطوط و نقاط مختلف رو با هم دیگه بسنجید. من فکر میکنم ایدئال ترین حالت طراحی کردن اینه که با توجه به سطح دانشتون مدام گرته برداری کنید از طبیعت اطراف
توی پورتال واقعا تعجب میکنن از این همه زیبایی، همه چیز منظم. خیلی خیلی توصیه میکنم. البته این جمله رو بسیار بسیار فکر میکنم از من به صورت تکراری خواهید شنید. این ماشین پیچیده بدن انسان قرار هستش که کار کنه. کار کردن به معنی این که اگر الان من دارم لب رو کار میکنم، شما متوجه این موضوع باشید که این لب ها قرار هستش که باز و بسته بشن. قرار تمام عضلات منتهی لب ها کار بکنن و در نهایت این عضلات یه شروع و پایانی دارن با توجه به فرم. مثلا به همین قسمت گونه، زیر گونه با یه سری از عضلات ماهیچه ها، تاندون ها وصل شن با نظم بسیار بسیار عجیب غریب که فکر میکنم شناختشون سالهای زیادی زمان میبره. اگر اون عضلات اون زیر شناخته بشه، خیلی شما به سادگی میتونید شبیه سازی کنید. من خیلی دوست دارم که یه سری نکات رو راجع به طراحی خود عضلات با هم دیگه داشته باشیم در چارچوب عضلات تفکیک شده، مثل عضلات خود بیس پورتره و قسمت مختلف بدن انسان که ایشالله به امید خدا به زودی این کار رو انجام میدم. ببینید یه سری کدایی هستش که دستوری از روی خود شکل خود طبیعت گرفته میشه و فقط کافی مقایسه بشه با نورهای کناری و جانبی روی کارمون. این قسمت چانه هست که می‌بینید چقدر مرتبطن به هم دیگه. با داشتن یک حجم به خصوص میتونید راحت تا پایین شکل اون رو ادامه بدید. قشنگ اینه یک کتاب که خط به خطش قرار هست خونده بشه، این خطوط رو کلمات تشکیل میدن. شما اگر یک کلمه رو جا بندازید 100% کارتون معنی اون جمله رو نخواهید فهمید. پس خیلی خیلی مهمه که خط درست خونده بشه. البته من مدعی درست خوندن نیستم، ولی خیلی سعی میکنم که حداقل با توجه به اون دانش روزی که دارم این دانش رو به شما منتقل. به خودتون کمک کنید، سعی کنید برای بالا بردن سطح طراحیتون همونجوری که الان دارید میبینید با این خطی که نشونتون دادم، بدونید اون زیر چه خبر بود توی قسمت‌های اساسی گونه. در نهایت جمجمه انسان مطالعه بسیار بالایی داشته باشید، خیلی کمکتون میکنه. اگه به عنوان طراحی هم نباشه، به عنوان نقاشی و شناخت هم باشه، خیلی کمک میکنه به شناخت خودتون، چون وقتی دنیای اطراف درست میشناسید به پیچیدگی ها و نظمی که هست خیلی کمک میکنه به اینکه احترام به طبیعت هممون داشته باشیم. بخش اصلی جمجمه رو میبینیم که این برجستگی خود جمجمه است. بسیار بسیار زیبا میکنه تربیتون و از یه حالت آماتور به یه حالت حرفه‌ای در میاره و کاملا آکادمیک میکنه تربیتون و بیننده مجاب میشه که شما ساعتها سالهای زیادی رو گذاشتین برای
طراحی اسکلت بدن، اسکلت جمجمه سر انسان. فرم کلی فک و قسمت‌های اساسیش و در نهایت قسمت اصلی چانه. می‌بینید بعد از اینکه خطوط دورش رو به دست میارم انگار که جای خودش هم مشخص میشه. خیلی این شیوه طراحی به نظرم کمکتون میکنه. خوشحال میشم اگر انتقادی هست بگین، چون واقعا کمکم میکنه. خیلی خیلی به نقد سازنده اعتقاد دارم. خیلی فکر میکنم نقد سازنده به همم کمک خواهد کرد. اگه دوست داشتین میشه راههای ارتباطی داشت که سی از کاراتون رو برام بفرستین، نقاط قوت و ضعفش رو به اندازه دانشمون با هم دیگه بررسی کنیم. تنها نکته‌ای که توی گفتار و رفتار من نیست این هستش که دانشمون یه دانش تک‌بعدی باشه، چون به نظر من خیلی باعث پیشرفت نمیشه و خیلی دوست دارم اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه با هم دیگه مشورت کنیم.